تولید اوینه. من کرد هستم ولی به خاطر هموطنان خودم میخوام فارسی صحبت کنم که اونا متوجه بشن. من مادر اوین ارسلانی هستم، مادر زن هیوا مولانی، مادر بزرگ کردیا مولانی. کش قرمزی من. پارسال این وقتا دخترم اینجا بود، پیش من بود، براش تولد گرفتم. 30 سالش شد، امروز 31 سالشه. چرا نذاشتین پیش خود